برای خرد کردن کاربرات اول پیچ‌های بالاش، بعد دو تا پیچ بغل کاربرات با این، بعد آزاد کردن یکی این زامن و آزاد کردن زامن بعدی. خب بعد از باز کردن پیچ‌های بالاش فنر پایه پمپ شتاب دهنده رو آزاد میکنیم، با شلنگ گردش آب رو هم درش میاریم. اجزای داخلی کاربرات: دهنه دور پایین، دهنه دور بالا، جیگلور دور پایین، جیگلور دور بالا، جیگلور تنظیم دور آرام، جیگلور هوای مکیوم، جیگلور سوخت کاربرات، جیگلور 85 با جیگلور 115 با جیگلور 85، جیگلورهای تنظیم سوخت. وظیفه جیگلورها: جیگلور دور آرام وظیفش تنظیم دور موتور و روشنگر داشتن ماشین تو حالت درجا است. جیگلور دور آرام وظیفش سوخت رسانی از طریق جیگلور اصلی سوخت به دهنه دور آرام از طریق این سوراخ روی ستون ورودی هوا و سوخت است. جیگلور دور بالا وظیفش سوخت رسانی موقع شتابگیری به دهنه دور بالا هستش از طریق جیگلور اصلی سوخت رسانی دور بالا که از طریق این مجرا سوخت رو عبور میده. این هم مثل جیگلور دور پایین از طریق همون سوراخ که روی ستون ورودی هوای سوخت و هوا به داخل دهنه قرار داره سوخت رسانی میکنه. میمونه قسمت شناور. شناور همیشه باید به این حالت باشه، یعنی شناور وسط باید قفل کنه تو جمع کردن کاربرات. برای آزاد کردن شناور یه پیمشو در میاریم، شناور آزاد میشه. داخل این قسمت راه متصل به ورودی اصلی بنزین این ساچمه قرار داره. ساچمه با حرکت شناور راه ورود بنزین و کاربرات رو باز و بسته میکنه که ماشین فلود نکنه یا ماشین تو دورهای بالا کم نیاره، بنزین کم بهش نرسه. وظیفه شناور پر کردن پیاله کاربرات در زمان نیاز به سوخت رسانی است. وظیفه این جیگلور تو زمانی که ماشین تو حالت شتابگیری، تو حالت سرعت هست، هوا با فشار از طریق این پیچ، وسط پیچ حفره داره سوراخ، هوا از طریق این پیچ وارد این سوراخ ریز بالای دهنه، زیر دهنه بالای کاربرات میشه. این سیپاپ تو حالت بسته، وقتی کاربرات بسته است سیپاپ این شکلی، وقتی هوا وارد میشه سیپاپ رو آزاد میکنه با فشار هوا. بعد سیپاپ روی جیگلور رو فشار میده و راه ورود بنزین به دهنه ها رو باز میکنه که ماشین بتونه شتاب بهتر و بیشتری رو بگیره. این جیگلور سرویس نداره، اصلا سرویس خاصی این جیگلور نداره. قسمت بعدیش قسمت پیستون پمپ شتاب دهنده است که با حالت فنریت و تلمبه کردن بنزین از طریق این نازل پاشش تو موقع شتابگیری اولیه که ماشین رو یهو گاز میدیم، بنزین رو از طریق این پیستون وارد دهنه دور آرام میکنه تا ماشین شتابگیری بهتری داشته باشه. جیگلور هوای مکیوم که با جیگلوری که پایینش بسته میشه وظیفه تنظیم مکش هوای داخل مکیوم موقع استارت زدن رو داره. برای گذاشتن شناور
اول ساچمش رو به همین شکل سر جای خودش میذاری. بعد شناور قسمت گودی رو به بالا زیر این خار شناور اینجا میده. نگاه خارش باید زیر زامن باید زیر خار باشه. بعد پیمو که در آوردی رو سر جاش میذاری و باهاش یکم باید سوراخ‌ها رو روبرو کن، یکم باهاش بازی کنی تا بره سر جاش. سرویس خود کاربراتم اصلا هیچ کاری نداره. اینا رو که دهنا رو که باز کردین کل کاربرات رو به بنزین بشورین، باد بگیر. بعد داخل ژیگلورا یه سوراخ ریزی داره، باید با یه رشته سیم، چه حالا از فرچه سیمی چه رشته سیم برق، داخلش تمیز کنی که بند نباشه. فرچه چیم تار رشته لایه سیم به هیچ وجه به هیچ عنوان نباید از سوراخ خود ژیگلور کلوفتر یا درشتر باشه که باعث گشاده ژیگلور میشه و ماشین سوخت بیشتری مصرف کنه و خفه میکنه. خب برای جمع کردن کاربرات سوراخ داخل پیچو کاملا چک میکنی که باز باشه. پیچو سر جاش میبری. بعد از سرویس کردن و چک کردن این که نازل پاشش سوخت پمپ شتاب دهنده بند نباشه ستونای ورودی هوا و سوخت به دورای آرام و دور بالا رو سر جای خودش میذاری. فقط توجه کنی که واشرش حتما باشه. ستون ورودی رو میذاری. بعد مال دور بالا اینا رو که سر جای خودش گذاشتیم پیچاشو شروع میکنی به صف کردن. خب برای جمع کردن کاربرات سوراخ داخل پیچو کاملا چک میکنی که باز باشه. پیچ سر جاش میبری. قبل از بستن ستون ورودی هوا و سوخت به داخل دهنه دور آرام با یه رشته سیم نازل پاشش سوخت پمپ شتاب دهنده رو چک کنید که راه پاشش سوخت مسدود نباشه. خب وقتی این دو تا ستونا رو بستیم نوبت به بستن ژیگلورای دور آرام و دور بالا میرسه. ژیگلور دور بالا سوراخ‌های روی پای ژیگلور برای سوخت کشی بیشتر، چون تو دور بالا ماشین نیاز بیشتری به سوخت داره. ژیگلور دور پایین سوراخ‌های روی پایش کمتره. اگه نتونستی دهنه دور بالا دور پایین رو تشخیص بدی، یکی این که قد ستون دهنه دور بالا بلندتر از دهنه دور پایین. بعدش روش دومش اینه که اهرام گاز رو به عقب میکشی. اول دهنه دور آرام شروع به باز شدن میکنی. این دوتا راه برای تشخیص این بود که بتونی ژیگلورای دور آرام و دور بالا رو اشتباه نبندی شد. پس ژیگلوری که سوراخ‌های بیشتری روی پایه خود ژیگلور داشت مربوط به دهنه دور بالا و ژیگلوری که سوراخ‌های کمتری روی پای ژیگلور داره مربوط به دهنه دور پایین هستش. ژیگلور به اصطلاح ژیگلور دور آرام یا ژیگلور تنظیم ماشین تو دور آرام این قسمت دسته میشه. فقط حتما باید دقت کنی که سوراخ ورودی هوا باز باشه. ژیگلور 85 با ژیگلور 115 این دوتا اصلا نیاز به باز کردن یا سرویس کردن نداره، اما اگه بازشون کردیم فقط با یه رشته سیم سوراخ وسطش رو تمیز کن و بنزین بریز و اگه دوربرت پمپ باد یا هر وسیله بتونستی باد بگیری بنزین بریز و داخل سوراخاش باد بگیر تا اگه آشغالی چیزی داشت بره بیرون. اما برای باز کردن ژیگلور اصلی باید این پیچو از اینجا باز کنی تا راه ورود پیچگوشتی و باز کردن این ژیگلور رو بازش کنی. برای باز کردن این پیچم
پیچ تنظیم گاز موتور و تنظیم گاز در موتور رو تا ته باز میکنی، بعد پیچ رو بازش میکنی و ژیگلو رو از این قسمت باز میکنی و پیچ گوشتی و درش میاری. برای تست پیچ هوای کاربراتور، پیچ هوا رو با پیچ گوشتی از این قسمت شل و سفتش میکنی، نگاه میکنی که تو این قسمتش سری سوزنی پیچ هوا اگه تکون خورد دیگه نیازی به باز کردنش نیست، یعنی سالمه. فقط تنها وقتی اونو پیچ تنظیم هوا رو بازش کن که وقتی با پیچ گوشتی شل و سفتش کردی سری سوزنیش تکون نخوره، موقع بریده یعنی گیر کرده و بریده و نمیذاره که هوا وارد خود کاربرات بشه و کشش سوخت انجام بده. شیر برقی تو ماشین‌های کاربرات کار استاپر موتور رو واسه ماشین انژکتور انجام میده. هوای شیر برقی رو ژیگلور دور آرام یا ژیگلور در جای ماشین تامین میکنه که بتونه شیر برقی خودش رو تنظیم کنه. برای جا زدن در بالای کاربراتور، وقتی سرویس کردی و چک کردی که تمامی پیچایی که باز کردی صفر باشن، اول برای جا زدن واشر باید شناور رو همونطور که بهت گفتم اول شناور رو جا بزنی، بعد دهنه رو روبروی خودت میگیری، پایه بلند سمت راست، پایه کوتاه سمت چپ. از این قسمت شروع به پایین دادن دهنه بالای کاربرات میکنی تا دهنه سر جای خودش قرار بگیره. وقتی که دهنه بالای کاربرات رو گذاشتی، پایه کوچیکش باید این طرف دقیقا اینجا قرار بگیره، پشت پایه بلند این دوتا باید آزاد باشه، یکی سمت راست پایه بلند سمت راست و پایه کوتاه سمت چپ که واسه جا زدنش اذیتت نکنه. برای بستن دهنه بالا هم اول پیچای دهنه رو میذاری ولی هیچ کدومشون صفر نمیکنی. اگه صفر کنی پایه ورودی آب ساسات رو تنظیمش رو به هم می‌ریزی. اول پیچای پایه ورودی رو سر جاش میذاری، یکی دو لحظه بندشون میکنی، بعد شروع میکنی تمام پیچا رو به ترتیب ضربدری به صفر کردن. ضربدری یعنی اولین پیچ، دومی پیچ، سوم، و همین ترتیب شروع میکنی به صفر کردنش تا در بالای کاربراتور سر جای خودش بشینه. فقط تو زمان صفر کردن پیچا اول پیچای بالا رو بند کن، بعد این دوتا پیچو، یکی این یکی هم پیچ این بغلو، این دوتا رو بند کن ولی این دوتا رو صفر نکن، چون وقتی صفتش کنی دهنه رو میکشه سمت خودش، جا پیچا رو به هم میزنه، واسه بستنش اذیتت میکنه. اینا رو صفر کن، بعد این دوتای پایه آب رو صفر کن. با یه آلن ریز با یه سیم حتما چک کنی که این دوتا مجرای ورودی آبش باز باشه. آبم از یکی بریزی یا این یا این یکی از یکی بریزی تا آب ببینی از این طرف در میاد. اگه آب در اومد یعنی مجرا رو کاملا بازش کردی. آب اگه اینجا این قسمت بندی داشته باشه ساسات ماشین وقتی که داغ باشه عمل نمیکنه، این داغ نمیشه، ساسات ماشین عمل نمیکنه. ساسات وقتی ماشین داغ میشه فقط با دمای آب کار میکنه، آب داغ وارد این قسمت میشه و ساسات رو تنظیمش میکنه. خب وقتی پایه ها رو جا زدی، اگه پایه ها وقتی درشون آوردی خار داشت که همون خار خودش رو میذاری سر جاش، اگه نه یه رشته سیم برق پیدا میکنی اینطوری به هم میپیچیش، حلقش میکنی، دور پایه میذاری سفتش میکنی. برای سیم پیچ کردن پایه بالایی چون که جاش قلبه و در میره، یه پیچ گوشتی اینطوری از بالا پشتش بذار که زامن عقب نره و بتونی راحت سیم پیچش کنی. خب بعد از سیم پیچ کردن پایه ها، کاربراتور آماده بستن روی ماشینه. واشر کاربراتور فقط روشو گریس بزن
بعد کربراتو همونطور که همین حالت سر جاش قرار میدی تا بره پایین. کربراتور برای باز کردن و بستنش 2 تا پیچ این وره، تو راستای همین پیچا 2 تا این وره، یکی این ور یکی هم این ور که مهره بالاش بسته میشه. بعد جا دادن سیم گاز هست که قسمت ضامن جیرش اینجا و خود سیم گاز یه دهنه سیمگیر داره. سیم رو میندازی این داخل، خود سیم رو از توی شیار ردش میکنی تا بره سر جاش. شلنگ هوا هست، بعد شلنگ آب ورودیشه سر جاش میذاری. شلنگ ورودی بنزین هم به اینجا وصلش میکنی. بعد پیچا موراش هم صفر میکنی و سیمای